مرکز مطبوعات اگنتی نظارت مواد نشئاور تاجیکستان خبر داد که کارمندان این نهاد روز نومید کابر در حدود شهر خوجند ولایت سوخت ساکن کوچه گگارین این شهر حمیدوف عبدالرحمن عبدالحمیدویچ سال تولدش 1984 را با اتهام به معاملات برآوردن اسعار خارجی قلبکی دستگیر کردند. هنگام از نظرگذرانی شخصی از عبدالرحمن حمیدوف 86 عدد کپیورهای 100 دلاری ایالات متحده آمریکا یافته گرفته شده است. مبلغ‌های مذکور به معیارهای تکنولوژی تیارکنی و به کپیورهای در معاملات بوده اصلی موافقت نکرده با طرز و اصول چاپی کامپیوتری تکنولوژی رنگ تیار کرده شدند. معین کرده شد که حمیدوف عبدالرحمن 86 عدد کپیورهای قلبکی 100 دلاری ایالات متحده آمریکا را از روی مصلحت پیشکی با شخص به تفتیشات نامعلوم با نام سلیم با مقصد به معاملات برآوردن به دست آورده است. گفته می شود در اطلاعیه اگنتی مبارزه با مواد مخدر نسبت به شهروند حمیدوف عبدالرحمن بر اساس ماده 281 قسم 2 بندهای ا و ب کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام تیار کردن و به معاملات برآوردن مقدار بزرگ پولهای قلبکی از جانب گروه شخصان با مصلحت پیشکی پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. به امید بر اساس این بند قانون همچون جزا از 8 تا 12 سال زندان تهدید می کند.